نشریه سمرسکای обозрение دوستان اولوده هم به عشق و هم جنایت را درباره مهاجران تاجیک در شهر سمر قصه کرده است. بنا به این منبع زاده تاجیکستان محکموف که شهروندی روسیه را دارد ماه اوگوست سال 2020 با ماشین تمغه خونده توکسون در کوچه پرمیشلنست حرکت داشت که پیش روش را ماشین کیا اپتیما گرفته محکموف را از ماشینش دو زاده دیگر تاجیکستان خولماتوف و رئیموف بیرون کشیده اول به شهرک زپنسکای و از آنجا به قبرستان لیسنای به ناحیه کراسنگلینسک بردند. در زمان در اسارت قرار داشتنش خولماتوف و رئیموف از محکموف 235,000 روبل طلب کردند. آنها محکموف را عیبدار کردند که با همسر رئیموف رابطه عشقی دارد و باید این مبلغ را همچون تاوان پرداخت کند. سمرسکای обозрение خبر داد که ماه دکبر سال 2020 کمیته تفتیشات بر اساس عریضه محکموف با اتهام آدمربایی با تهدید استفاده زورآوری پرونده جنایتی گشوده است. به خولماتوف و رئیموف در صورت بازداشتشان تا 12 سال زندان تهدید می کند.